یکی از خودروهایی که تو سامان یک پارچه قراره به زودی عرضه بشه و قیمت گذاریش تقریبا فاینال شده، بژینگ X55 که همون ساب برند بایکه و قرار دیار خودرو ورود این خودرو و همینطور تامین قطعاتش رو به عهده بگیره. و توی نمای عقبی جلویی خیلی نوآوری و خلاقیت داریم. این ماشین از شهریور که تو نمایشگاه دستاوردهای دولت بود، خبرنگارای زیادی سراغش اومدن. اما حالا اینکه این خودرو قراره چجوری تست و بررسی بشه رو در آینده نزدیک بهتون میگم. از سویچ شروع کنیم. سویچ کاملا حس و حال سویچ مرسدس داره که با توجه به اینکه مرسدس یکی از شرکای تجاری بایک توی چین محسوب میشه، یه موضوع کاملا عادیه و مشکلی هم به نظر من نداره. خیلی هم خوش استایل و خوش دست برخلاف خیلی از چینی ها. بریم سراغ این که ابتدایی به امر داخل خودرو بریم. دستگیره ها حالت تسلا رو داره و محیط داخلی خودرو خیلی جاباز و خوبه. داشبورد کشیده است، کاملا مشخصه که طراحی خوبی بوده. دسته‌دنده الکترونیکی دارید، ترمز پارک برقی دارید. اسکرین‌ها هم جداست که حالا این ترندیه که دوباره مرسدس جا انداخت که اسکرین‌ها از هم جدا باشه. یک پارچه بودن رو خود بنز جا انداخت و دوباره برش داشت. و با توجه به اینکه بازم میگم بایک شریک تجاری مرسدسه، خب بعید نبود که این دیزاین رو دوباره اجرایی کنه. آینه الکتروکرومیک رو دارید، سقف پانوراما رو دارید و از نظر امکانات رفاهی میتونیم بگیم ماشین در سطح قابل قبولیه و قیمت اعلامی شرکت هم هول و هوش 1 میلیارد و 500 تا 1 میلیارد و 600 برای افرادی که توی سامان یک پارچه ثبت نام کردن. از نظر کیفیت متریال شاید بتونیم بگیم توی چینیای موجود در بازار یه چند پله که نه، یکی دو پله از خود چری بالاتره. پلاستیک خشک رو اینجا دارید، اینجا باز پلاستیک مقدار تاچش نرم‌تره، اینجا حالت چرم مصنوعی و دوباره اینجا هم پلاستیک خشک رو ما میبینیم. داشبورد این تیکه ها نرمه، سافت تاچه و تیکه پایین دوباره ما شاهد هارد پلاستیکیم که باز توی این رنج قیمتی 1.5 چیزی است که ما توی خیلی از چینی ها میبینیم و قرار نیستش که حالا خیلی آپشن خاصی رو یا طراحی خاصی رو توی این بحث اینجا شاهد باشیم. توی بحث در هم اینجا ما یه نورپردازی خیلی کوچیکی رو داریم که وقتی در باز میشه شما شاهدشید و وقتی بسته میشه تا نور داخلی خود رو روشن نشه مشخص نمیشه. فضای عقبی هم با توجه به فاصله محوری ماشین بد نیست، اما میتونست بزرگتر باشه. همینطور صندلیایی که جلو قرار گرفتن خیلی حس و حال اسپورت دارن و شما رو یاد AMG میندازن. تنها خودروهایی که توی ایران یه همچین تیپ صندلی رو دارن J7 های کرمان موتورن که حالا تو این کلاس نیستن، تو کلاس CUV نیستن، تو کلاس سدانن. نسخه هم که تو نمایشگاه اومده نسخه در حقیقت دستی جکیه، اما توی کاتالوگی که خود شرکت ارائه داده گفته که این درها قراره برقی باشه و همینطور مولتی مدیا بزرگتر باشه. بعد ببینیم که نسخه نهایی که به ایران میرسه چه جور هست و چه کیفیتی قراره به دست مصرف کننده برسه.